مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیمی میگه که منم داشتنی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید. دقایق پیش یه خبر عجیب و غریب، البته تو مملکت و تو ایران هر روز خبرهای عجیب و غریب زیاد بیرون میاد، اما خبر رسیده که از وضعیت این چهره شاکر بوری اطلاعاتی در دست نیست. این در حالی هستش که حالا خیلیاتون اگر این چهره رو نمیشناسید من معرفی بکنم. شاکر بوری یکی از طنز پردازان اهل آبادان بود، استان خوزستان. یه دونه پیج توی اینستاگرام داشت و جدیداً هم توی یوتیوب فعالیت خودش رو آغاز کرده بود. البته توی اینستاگرام خیلی ها شاکر بوری رو میشناختن با همون تک کلام معروف خودش عبزی که شاید خیلیاتون دیدید داشتین. در خصوص شاکر بوری روز 9 مرداد ماه خبر رسید که شاکر بوری توسط اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شده. البته پیش از این هم شاکر بوری زیاد مورد بازجویی قرار گرفته بود و زیاد تهدید شده بود به خاطر اینکه خط قرمزها رو عجیب و غریب رد می‌کرد. البته خط قرمزهایی که توی ایران اون سیستم برای خیلی‌ها کشیده، برای شاکر بوری هم کشیده بود و این اواخر دیگه به علم الهدا و به همه میزد. یعنی دو سه تا ویدیو هی ساخته بودن، مدام هم هی استوری میذاشت، میگفت آقا بهم زنگ میزنن و تهدیدم میکنن، میگن آقا فلان پست رو پاک کن، فلان استوری رو پاک کن، فلان مطلب پاک کن و مدام هی پست و استوری میذاشت و پاک میکرد. حتی یه بارم توی استوریاش اومده بود و گفته بود که یکی از بازجوها به من گفته بود که از کی خط میگیری؟ منم گفته بودم که از فقر و بدبختی و بیچارگی و بارها تلفن همراهش رو ازش گرفته بودن و رفته بودن چک کردن، دیدن بنده خدا هیچی نداره. با منم رفیق بود و حالا یه وایسی هم این آخرا به من داده بود، یعنی بهتره بگم آخرین وایسی که فکر کنم قبل از بازداشتش بود که برای من فرستاده بود و یه چند تا سوال اینستاگرامی داشت و جالبه بدونید که حالا پیج اینستاگرامش هم به شما نشون میدم. این پیج اینستاگرام شاکر بوریه که پیجش هم بسته است، یعنی نمیتونید برید توی پیجش و ویدیوهای باحالی میذاشت. حالا این آخرین ویدیوش حالا یکی دو تاشون هم برای شما میذارم ببینید. اما شاکر بوری گفته شده بود که روز 9 مرداد ماه رفته بوده توی ساختمان اطلاعات سپاه آبادان و قرار بوده بره تلفن همراهش رو پس بگیره و خانواده‌اش میبرنش اونجا، اما دیگه بعد از اون ازش خبری نمیشه تا امروز که اطلاعات سپاه آبادان اومده بوده و عنوان کرده بوده که آقای شاکر بوری اصلا تحت بازداشت دستگاه اطلاعاتی امنیتی نیست و برید اعلام مفقودی بکنید و گویا دزدیدنش. و این یه مقداری همه رو نگران کرده. معمولا وقتی یه بلایی سر یه کسی میارن، معمولا حالا یه شخصی رو شکنجه میدن یا یه شخصی تحت شدیدترین فشارها قرار میگیره، وقتی این خبرها میاد بیرون یا کشتنش یا خدا میدونه میخوان چه بلایی سرش برن. به خاطر همین ما توی رسانه خودمون و خیلی دیگه دارن فشار میارن که واقعا این قضیه مشخص بشه و آزمایی بشه که آقا وضعیت شاکر بوری چی هستش. من این وایس آخرش هم برای شما میذارم. بسیار آدم ساده و بی‌قلقشی، حالا وایسش هم خیلی چیز پیچیده‌ای نداره. حالا مثلا خیلی شاید بگن آقا چرا وایس، حالا فقط میخوام بهتون بگم که اصلا از وایس این آدم شما میتونید همه چیز متوجه بشید. بعضی وقتا یه سری صدا خودشون حس دارن و انرژی دارن. ببینید حال دادی به قول آبادانی‌ها تو سینه ای کلوخی فدات. پس بعد با یه دوست تماس میگیرم، باش هماهنگ میکنم، میگم چی میگه، شما هم سیوت کردم امین بله این آخرین وایسی بود که شاکر بوری من داد و جالب من بهش گفتم که چرا تو پیج تبلیغات نمیگیری، چون خیلی هم پیجش پربازدید بود و
اون موقع به من گفتش که من اصلا علاقه به گرفتن تبلیغات ندارم و حالا سعی میکنم که توی یوتیوب فعالیت بکنم. خیلی هم دوست داشت که استندآپ کمدی برگزار بکنه و حالا میگفتش که یه فرصت مهیا بشه، یه شرایط مهیا بشه که من بتونم استندآپ کمدی برگزار بکنم و بتونم دل هموطنامو شاد بکنم. یکی از ویدیوهاش هم برای شما میذارم ببینید که چجوری خط قرمز رد میکرد. حالا به نوعی خط قرمز زود کفنتو بپوش دیگه. نه نمیخواد تو خود کافور بذاری. این کفن نمادی نه عوضی. واسه چی کفن میپوشیم؟ آخه چون دیگه نمیتونیم سفارت نوردی کنیم. همه دشمنا شدن داداشی. مجبوریم کفن بپوشیم. در حد سفارت نوردی پست و شبکه و آمریکا توش نی، ولی یه روابط عمومی توش در میاد. این ماستم واسه اهدافمونه، واسه هدفمون باید هزینه کنیم. بله یه لحظه بذار کفنمو درست کنم. چیه؟ داریم چیکار میکنیم؟ کفن پوشیدیم که بریم با این بی‌حجاب ها مقابله کنیم. دیگه نمیزن بیشتر از این به اسلام، شهدا و خانواده هاشون و کشور ضربه وارد کنن. آها واسه چی؟ واسه شاسی بلندهای نماینده ها، موقوفه ها و 10% حق موقوفه مادام العمر علم الهدا کفن نپوشیدیم. آیا اونها به اسلام ضربه وارد نمیکنه؟ جواب خیر. طبق آخرین چیزی که بزرگانمون گفتن، بیشترین چیزی که به اسلام ضربه وارد میکنه بی‌حجابیه. اونم سوء تفاهم بود که مقصرش فضای مجازی بود. اگه فضای مجازی نبود آیا کسی به انقلابی بودن نماینده ها شک میکرد؟ به ساده زیستی علم الهدا شک میکرد؟ تو از کجا خرج گرفتی؟ عربستان های معاند میخوای کفنم خرج تو کنیم؟ بله این آخرین ویدیویی بود که از شاکر بوری منتشر شد و بعد از این هم بلافاصله شاکر بوری دستگیر شد. تیکه به رابطه دیپلماتیکی که ایران با عربستان داشت انداخته بود که همه دشمنان دوست شدن. تیکه به علم الهدا انداخته بود که سهمیه‌های اون موقوفات مشهد رو میگیره. تیکه به نماینده‌های مجلس انداخته بود که خودروهای شاسی بلند میگیرن و خلاصه پکیجی از تیکه ها رو در یک ویدیویی که زیر 90 ثانیه بود به همه انداخته بود و گفته بود که اگر اتفاقی بیفته ما هم میکشن و حالا فکر کنم که زیر شکنجه یا موضوعات دیگه خدا کنه بلای سرش نیاورده باشن، ولی خب پاسجوهای وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه رو خودتون میدونید دیگه سیستمشون چطوری هستش. جدیدن هم توی یوتیوب فعالیت کرده بود و حالا اینجا ما بتونیم نشونتون بدم این سمت مخاطب زیادی هم گرفت و توی فعالیت‌های کمتری که حالا کمتر فعالیت میکرد توی یوتیوب سعی میکرد که موضوعات مختلف سیاسی رو با زبان طنز مطرح بکنه و حالا ویدیوهاش هم خیلی ساده. زندگیش هم وقتی میدیدید، یعنی برید استوریاش هم ببینید، وقتی زندگیشو میدیدید توی خونه خیلی ساده زندگی میکرد و مشخص بود که حالا چه زندگی ساده ای داره و امیدوارم که عاقبت بخیر بشه، یعنی اتفاقات خوبی بیفته و خبری ازش برسه بهمون. حالا شماره منم داره و امیدوارم که پیام بده و از صحت و سلامتی خودش به همه خبر بده، در خصوص خانواده‌اش که ابراز نگرانی کرده بودن نسبت به این اتفاق و این موضوع. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خیلی مخلصم.